دوستان عزیز، امروز که کمی فرصت است، باز یکی از پیشنهادهای من این است که همون دستورهای ما که ملی از خودمان هست رو یکم ریش دهیم و خیلی ها با این بند باشند. یعنی در خانه هر کسی میتواند دستوری کند و همین رو هم برای هر خانواده وزن اقتصاد خانواده رو برداشتن کمک میکند. مثلا اینجا که میبینید این اسلوب دوختن عراقی است. متاسفانه نه همه تاجیک گفتن که حتی تاریخی صنعت خودش را نمیداند چی است. خوب ما در بین بزرگ شدیم، به همین خاطر خوب بلدیم، خوب میدانیم. خب این اسلوب دوختن را امروز خیلی زیاد در شهر سبز میبینید، به خاطر که در امارات بخارا استادا بودن با این کارا بند، مثلا در همین کار استاد. خب اینا چندین مکتب ها داشتین، یکی از اون در شهر سبز بوده است در اون زمان ها. اکنون تا امروز مثلا با همین اسلوب دوختن این تو خیلی کارا میکنن که وقتی فیر اگزیبیشن میشود، مثلا ویستفکو میشود، میبینید سون کو براردین، همین تو خوشرو چیزا براردین. اینا ما هم میتوانیم بکنیم. از توی از منش نیست. مرحمت، اگر که اینقدر فرهنگ تاجیک را دوست دارید، شما میتوانید از همین شروع کنید. مرحمت شروع کنید. من که 2008 2009 2010 کلکسیون خودم براوردم، میتونید شما هم برارید. و کلکسیون براوردم، بس استیلیزovat کردن یاد گرفتم در کار. از مثال از اینا آدم نقش و نگار میگیرد و دوختن اسلوبش استفاده میکند. این همش برای همش اینا دانش در کار است. متاسفانه خیلی ها درباره خیلی چیز خبر نداشته حرفای بدی زده نوار میگیرن. این کار رو نکنید، بیایید و چی میگن داشته های خودمو، ارزش هایی که اینا دارن رو بالاتر بگیریم و چیزهای نو در دنیا بیاریم. انا همین پیشنهاد دیگر هم بود و باز دیگر پیشنهادهایی که هستن با پروژکت هنوز خلاص نشدن که در نزد کامera آورده با نوار ثبت کنم. با همین خاطر اینا یک چیزای مایده هستن که هر کس میتواند این رو ببیند و حتما در خانهش شروع کند به دوختن. اینا کسانی هستن که در کارچوب، یعنی کارچوب از 2 تخته را میمونن، یعنی 4 تا درست میکنن، اون رو در بینش یک تیکه میمونن، یعنی ماتریال، و در اون دوختن رو شروع میکنن. یا بگیس کاری میکنن، یا چکن کاری میکنن، یا انهانی تو عراقی دوزی میکنن. همش دانستن کار دارد. خب یکم اطلاعات در کار است، استاد در کار است. خب اگر این کار رو شروع کنید، البته برای شما کمک می شود و بالا کردن فرهنگ تاجیک‌ها هم کمک می شود. سلامت باشید. خدا نگهدارتون.